سلام بچه، خوبین؟ چه خبر؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. همیشه اتفاقای خوب براتون میفته، همیشه خوشحال باشین و هر گردونه‌ای که داخل کالاف میاد و جدیده امیدوارم بزنید. البته قضیه امروز در مورد گردونه است، ولی نه گردونه های بازی. خب شاید بگین چه گردونه؟ خب گردونه‌ای که ما میخوایم الان بزنیم اینجوریه که یه سری در واقع گانه داخلش قرار داشته، مثل شاتگان، LMG، اسنایپ و غیره که هستن. البته به جز هانتینگ که مثل کیلو ولت جز هانتینگ ها به حساب میاد. اینجوریه که چون سخته دیگه بخوایم تو بتل رویال پیداش کنیم و اصلا اونجوری که از تامنیل معلومه، تامنیل اینجوریه که نوشتم بتل رویال شانسی و واقعا دقیقا همینه. یعنی چی؟ ما دو تا لوداوت در واقع دو تا لوداوت داخل بتل رویال داریم. اینجوریه که ما اون دو تا لوداوت ما بر اساس چیزی که توی گردونه ما نشون میده، حالا بریم توی ویدیو بیشتر متوجه میشین، توی گردونه نشون میده میذارم. مثلا بر فرض مثال من گردونه رو دور واسه خودم میچرخونم و دور واسه هم تیمی. خب دفعه اول واسه خودم دور میچرخونم، سعی میکنم دور بیفته شاتگان، یعنی من. ولی شروع بازی بگم اول از همه قوانین اینجوری که شروع بازی من هر گانی بخوام آزادم و بردارم و کلاس هم جزشون نیست و کلاس هم آزاده، میتونم هر کلاسی خواستم بردارم نسبت به اون گانا. مثلا بر فرض مثال خب کلاس هم بیفته SMG و SMG، مثلا یه حداقل یه چیزی باید مثل نینجا بردارم که سریع فرار کنم، یا یه چیزی مثل دفندر بذارم که بتونم پشتش کاور بگیرم چون SMG دارم. به خاطر این کلاس ما آزاد گذاشتیم. و خب بخوام سریعتر بگم که حوصلتون هم سر نره، گردونه رو میچرخونیم، هر چی که گردونه بگه داخل لوداوتمون میذاریم و میریم بازی میکنیم و دیگه اسپویل هم نمیکنم. ولی بخوام بگم واسه من گردونه چیزای خوبی انداخت، ولی واسه دوستم واسه اونم خوب انداخت، ولی خب میتونست بهتر بزنه و البته منم راضی بودم، اونم راضی بود. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیاد. لایک و ساب فراموش نشه. ممنون میشم حمایت کنید و قول میدم هرچی حمایت بیشتر شه، اصلا حمایت هم بیشتر شه، واقعا قول میدم که هر ویدیویی که میذارم نسبت به ویدیو قبلی کیفیت خیلی بهتری داشته باشه. سرتون رو به درد نیارم و بریم سراغ ویدیو. Let's go. خب آقا سلام بچه، خوش اومدین به این ویدیو. سلام میام. اول ویدیو توضیحاتو شنیدین که از چه قراره و باید چی کار کنیم. خب اینم رفیق ما لئون داشت. لئون یه سلام بکن. سلام بچه‌های خوبه تو خونه؟ حتما محصلای نمونه. تموم شد. خیلی تاثیرگذار بود. خب الان نمیخوام که ویدیو طولانی نمیخوام بکنم، بریم سریع سراغ گردونه. دوتای اول برای منه که گردونه میزنم، دوتای دوم واسه لئونه و بریم دیگه. آقا این از گردونه هم زدیم، این دوتای اول واسه منه. شاتگان بنازم، من راضیم. شاتگان با چی؟ دیگه بهتر از این میتونست برام بیفته. شاتگان اسالت. این دوتای دیگه برای لئونه. ببینیم برای داشمون لئون چی میفته. برای لئون هم شاتگان میفته خیلی خوب میشه. برای لئون میبینیم چی میفته. SMG میریم واسه دومی. شاتگان رو به لئون بده حال کنه. شاتگان رو بده دیگه، اذیت نکن. شاتگان بده. شاتگان عجب آدمیه. اسنایپ. خب سلام برداشتمون لئون. ببین برام یه چی افتاد بهتر از این برای من نمیتونست بیفته. براتون بعد نیافتاده. برای من اسالت شاتگان. برای خدا اصلا این هم Oh my god! همین رو برمیدارن. رایفل شاتگان. برای شما برای شما یه دونه SMG بری باش عشق کنی با یه دونه اسنایپ. خوبه دیگه. SMG نزدیک، اسنایپ دور. عشقی اصلا، چه عشقی. عشق اصلا از این بهتر. خب آقا ما میریم یکم لوداتمون رو بچینیم بر اساس چیزایی که گردنه بهمون داده و بعد دوره میایم.
خب چیکار میکنیم دیگه این مچم من دیسی شدم. این مچم با گانه جدید میریم بعد من بدنم باشه باش. دیسی شدی چرا؟ خب دوباره داریم تلاش میکنیم که بریم بازی کنیم و مچ قبلی من نتم پرید اومدن دوتایی یارمو زدم You are the jump leader. Good کجا؟ luck. و نامردی مردیم دیگه. خب این مچ دیگه بابا واقعا من میدونی چی شد؟ بریم تو کارش. به من راش دادم آقا دوباره سلام. کنم پریدم پایین بزنم یارو اومد جلوم با گان زد پارم کرد. آره خب به نازم فون بچه ها فارمو دارن رنده میکنن. من این ویدیو رو باید بگیرم اصلا تو کتم نمیده. آقا این مچ دیگه واقعا ترای سگ. الان با بازی هم دیگه هم آشنا شدیم. SMG اینجا هست، من با برش دارم چون نمیدارم. قاینمیه داره لوت میکنه. فکر کردم بدون گانه، خواستم راشش بدم. خب من یه HS دارم با رایفل. این HS مال شما، این SMG هم مال شما. مبادله کالا به کالا. این هم تیرا. بی زمان تیرا SMG هم به من قرض میدی. این هم تیرای SMG. یاد بگیرم دمش مثل شما ما خیره. مبادله حالا کالا بوس. با کالا بکنی. فقط آخرش کمی ولی داره آرمور رو 200 میزنه. آقا نگاه کن الان بهشونه اریا. نبودی جوشه ریدم. قرار بود بره لبه ولی خب ریدم. اونجوری که باید پیش نه. آقا میله رو میگیری خرابه. آقا نمیرم بالا اصلا. آره داده خب یکی چپمه رفت بالای خونه. اسکینش هم ویسی واردنه. یکی هم راست سته داره میاد توت. اسکینش هم روغنیه. برو بات چیه دوش باتش اینمیه. چرا بات پرک اپیک داره با 117؟ Oh my god! نه واقعا چرا بات مثلا سواله. یه لحظه فکر کردم 117 متیک هم داره بات دیگه دیدم نه تو 117 متیک داره. بعد با کمپ بریم جلو. بشین آقا جان همینو بخواب. نه اینو برم داخل. اینو برم داخل. کی به تو همچین راه بزنیم بریم. کاره میره. همین بیشرف بود منو زد. یارش هم هسته. این یارش نیست. بک بده قشنگ. Revived flight will arrive in 1 minute. ماشاءالله پسر. این یارش ولی. آره. چپه بکت. از این چیا زد؟ سب کجاشو تغییر داد نمیدونم اون کجاست. Airdrop has been delivered. بابا مستقیم اینجا بسن در رو آجی ولش کن. میخوای چیکار؟ مطمئنی؟ بک الان میخوری. خونه به خونه بپیش دیگه. الان یه نینجا بزن تو خونه بکت. رو این دوتا درازا. دیگه. یه راست من میام داشت. آره یه راست. Get the dog tag. ریوایو همونو ریوایو. ماشاءالله. دست تو خوره بپره خیلی ناراحت میشم. Your teammate will return to the battle نه for the next واسه round. میشم ریوایو کنه زمانه ولی نمیرسم. Almost ready. چرا؟ نینجا بزنی میرسه. ریوایو کنه زمانه باشه. همین ریوایو. ریوایو کنه زمانه. تموم شد. خیلی تاثیرگذار بود. اسمارسو هم احساس کنی. Dog نه فکر کن تو هم الان یه اسمارسو احساس. فکرهای بد نکن battle for the دیگه. next revived ببین flight. Your teammate is on the revive flight. صدا ماشین دیگه اومد یه نسازیه.
کثافت. چرا یه دونه دمیج هم خودش نخورد؟ من ناراحت شدم. بیان کاورت. انمی دارم. من یورو گو داره بخورم. میپره. یورو داره بپر میکنه. سب کالا میاد بالا میزنمش. بی بالا بی بالا بی بالا. No, God! No, God, please, no! No! ببین دارم میان من رفتم بالا. دیش بیا پیچ یک سری ببینی مثل که من باید به من خریدم فقط یه خونه. The revived flight will arrive in 1 minute. دوتاشون هم اینجا. هر دفعه من یکیشون رو دمیج میکنم اینا فرار میکنم. من داشتی دراپ کن دوت کنم من سری میاد. من گو بخورم دراپ کن دوت کنم. بزنیم بریم. این دفعه اینا کش کردم. یکیشون رو زدم. الان میام پیش. دومیشون هم دمیجه. آها بنازم. ترکیب 2 باشه. آجی تیر رایفلام تموم شد پشمام. ریوایو دهنم سر اینا سرویس شد. نه HS فعلا ویوای من این کنه اسم جی ندارم. دیگه فکرم گفتی آرگوز چرا؟ Airdrop has been delivered. وای دهنم سرویس شد دیگه. فوشای ایرانی ها رو یاد گرفتی. بیشوره. باتی یا انمی ولی صدا تیره برو بشک زیادی دارم میشنم. یه نیدمون نشه. خب نیدو خیلی بد انداختم. الان بهتره که میفهمم بعد انداختم یا نه. یارو بالاست. دیدمش و دیدمش. اونجان من نیستم. من میرم. مومن بذار باید برسونم خودم. من میرم پشت این ایدراپه و چیه اپیک میزنم. کاور میگیرم تا هم بیا بردار. ببین دقیقا روبرومونم. حاجی بس سعی کنم یه جا کاور بگیرم. این درخت جای کاور بدی نه. سه تا پیکای هستیم رو همش بگیم. یارو بالاست. دیدمش. یارو رو دیدم. یه دونه تیرم هم بهش نخورد. خیلی تکون میخوره. یکم رنجش هم دوره. Down to the last 5 teams. دمیج. ببین او یکی هم دمیج. فرشی منو دریدم. منم اونا رو دریدم. نمیبینی دارم فرار میکنن مثل چی. خب من چه عقده ای. السلام. یکیشون داره با این موتوره میاد بپا. این موتوره خیلی مسخره است. من چندین بار باش ناک شدم. Airdrop ای خدا. has been delivered. خبر من خودم تو چیه حاضرم فینیشر بشم ولی با این موتوره نمیام. موتوره چه کوفتیه. The safe zone is collapsing. اومدم بالا سرت. فرار کن. نمیدونم چجوری ولی فرار کن. یارش هم داره میاد. یارش هم نرسید. Your teammate has been killed. زدت نه طوری. آقا 5 شدیم. خوبه دیگه تموم شد. خیلی تاثیرگذار بود.
خب بچه ها اینم از این ویدیو. امیدوارم خوشتون اومده باشه. لایک سایب سکته کردم. لایک سایب تموم شد. خیلی تاثیرگذار بود. آقا چرا اینجوری میشه؟ لایک تموم. سابسکرایب و کامنت یادتون نره. و تا ویدیوی دیگه خدا نگهدار. انمی او دمیج. دو تا انمی. بذار من پشت اینجا کاور بگیرم نیت کنم. یکی رو زدم، یکی پشمام، یکی من خدا این هم به بچه ها نشون بدیم واسه گوست.